انگار زندگی رو من نمیام روغن آمدم. هیچی تعظیم ندارم. رمضان یا رمضان رمضان یا شوهر شما کجاین؟ شوهر معتاد یکی نیم سال 2 سال میشه در حکیمیه بمرد زنده. برن امروز از روزه اگه که دولی برای جلتا خانه خدا میشه. خیلی مزمون رزی. راست میگه. مدینه جان، چی دوست داری داشته باشی؟ غذا. خانه نشیمن و آشپزخانه و انبارخانه و همه اینمی هست نه؟ گفت یا تکریه دیگه ما انتخاب کن. گفتم از عمل خود تیر نمیشه. یا 1000 افغانی را میدم از روی از این 5 روپیه برای مدینه جان بدین و متباقی رو باز میشه که گوشت تازه بگیرین. انوارت ای ماه خدا شد بار دیگر آشکار قدر شب قدر تو شد بالاتر از قدر هزار رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشاینده و بخشایشگر. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر، روزه و نماز شما قبول باشه. ما در ادامه کمک رسانی رمضانی خود امروز آمدین در خانه یکی دیگر از هموطنان ما که متاسفانه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. البته نگفتن نمونه که این خانواده در اینجا یک مادر هستند که زندگی میکنن، یعنی چند تا اولاد دارن و متاسفانه شوهرشان هم به قول خودشان میگن که مفقود الاثر هست و درک از اون نیست. به هر حال ما از شما دعوت میکنیم که بیننده این برنامه باشین، اما نگفتن نمانه که تشکری میکنیم از برادر ما جناب خسرو جان عزیز که لطف کردن امروز مقدار مواد غذایی را توسط ما میخواین که تقدیم اینمی خانواده بکنن. ما از شما میخواین که با ما همراه باشین و بینید این برنامه. الله یا الله الله یا الله. بله دوستان عزیز، ما داخل خانه آمدین. چی حال داریم مادر جان؟ شکر. خوب هستین؟ شما خوب سلامتی؟ صحتمندین؟ شکر الحمدلله. زنده باشین. مادر جان از وضعیت خود و زندگی برای ما بگین که چگونه است؟ وضعیت ما دیگه برو نه میبینیم میتونیم سرای شیشم نی او داره نی برق داره. هم تیشه چراغ پیش میرشن خود 4 تا طفل خوشیشته. خود من صبح منشون میام روز 150 روپیه 200 کار میکنم. یک بچه دارم 3 دختر دارم. اینا که همراه ما کمک میکردن بچه شما بودن؟ نه اینا برادر منه. برادر شما بله. نه؟ خب بله، به خاطر از اینکه گفتین باید یک محرم چیز باشه داخل خانه میایین و اینا از برادر خود کمک خواستن که بیاین داخل و با ما همکاری بکنن و در جریان این ثبت برنامه باشن. به هر حال مادر جان، خانه گفتین کرایی است؟ بله. چقدر کرایه؟ برج 1000. 1000 افغانی. بله 1000. شوهر شما کجاین؟ شوهر معتاد یکی نیم سال 2 سال میشه در حکیمیه بمرد زنده. ایت خبر نیم ما برادی هم نگشتم نمادم این طرفا. چرا به دنبال شوهر خونه نرفتین و جستجو نکردین؟ خب توانا ندارم. من هم طفلا رو جمع کنم ببینم پیدا کنم. بیشتر نمیتونم براد از بوده. هیچ نماده، هیچ پیام چیزی هم از کسی نشنیدیم که کسی رو دیده باشه یک جای منطقه‌ای؟ نه ببین 2 سال که خبر از اون ندارم. کسونه هم مردم خبر نمیده. کیلو محل ما منطقه هم سایه همه خبر به جریان هستن. بله. آره سیست. این دا گفتین اینجا منطقه بنام چی یاد میشه؟ این منطقه بنام پینه. پایانا، منطقه پایانا و کوچی یخدان. بله. کوچی یخدان. شما در اینجا زندگی میکنین. آخرین باری که شوهر خود در دیدین کی بوده؟ آخرین بار که شوهر خود دیدم دخترم 1 ساله بود. اینمی؟ بله. طفلک؟ بله. 1 ساله بود؟ بله 1 ساله. حال 3 ساله شده؟ حال 3 ساله شده که 2 ساله هسته. خب این چی رقم شد که باز
برفته دیگه نمیفهمم میته چند خود مردم کجا بودم یا آخرین بار چی رقم دیدیم کجا آخرین دیدیم؟ بار میته دیدم که بیامونم خونه خودم جنجال کردم گفتم طفلا ما بده ما گفتم نه من طفلا خوب تو نمیدم خب دیگه میته خودم جنجال رو بس گرفتیم دیگه باز گفتم یا تکر یا دیگه ما انتخاب کن گفتم از عمل خود تیر نمیشه شما دو را قرار دادیم بله. برای شوهر خود یا ای که عمل پدری بودن رو ترک بله. بکن یا ای که با خانواده باش و بله به هر حال و واقعا دوستان عزیز فکر میکنم بسیار سخت باشه که پدر خانواده چنین بیماری بسیار خانمانسوزی داشته باشه و اولادایی که شما هم میبینین در تصویر اینا نیاز به پدر دارن، نیاز به ای دارن که یک پشتوانه قوی داشته باشن، ولی متاسفانه او پشتوانه دیگه خبر نیست از او. مادر جان کو اولادای دیگه شما؟ اینا نیم برو دیگه نمیفهم بیرون چی شدن؟ بله خونه مادر منم که سود منو سرکار اینو روان میکنم جیبا کار میکنه؟ بله تا حال نیومدن؟ نه تا نه خبرم از منی هم که ما آمدیم خونه خوب بله خیلی خوبه. اسم طفلک شما چیه مادر جان؟ نگینه نگینه جان خوبی؟ میتونی گپ بزنی؟ های نگینه جان اسم تو چیه؟ نگینه نگینه خیلی خوبه. نگینه جان چند ساله ای؟ 5 ساله بله دیگه 5 ساله ها نمیخوری نگینه جان. روزم داری نگینه؟ چند روز روزه گرفتی؟ 8 ساله 8 ساله روزه گرفته. اینمی مادر ما از طرف برادر ما خسرو جان در خارج از کشور زندگی میکنن خدمت شما آوردیم و بشه که انشالله چند سبای زندگی خود در با امینا از لازم مواد غذایی تیر بکنین، سپری بکنین و نوش جان بکنین در این شب و روزهای ماه مبارک رمضان و دعا بکنین برای خسرو جان. دیگه کدام گفتنی خاصی اگر داشته باشه؟ زنده باشه بنا خدا نزنم رزی باشه اشمام رزی باشه الهی تا زنده خدا کمر نبسته کنه. امروز هم میگم از وضعیت ما خیلی بخواهشم برای به خدا قسم خیلی وضعیت میخواد بی اندازه اما صد از این سال کارای سر غز دارم فلان امروز از بر روزه عیدی دونی برنج به تخانه پیدا میشه خیلی نزنم رزی راست میگه. دیگه گریه نکنین مادر جان انشالله که چیزی که نصیب بوده تقدیر همی بوده که بالاخره سرنوشت شما این گونه رقم بخوره. راضی به سرنوشت باشین. خوب هستی؟ این هم دخترک شما نه؟ بله. بیا دختر جان بیا دست بده کوکو. خوبی؟ بخیری؟ اسم تو چیه؟ مدینه جان کجا بودی؟ ها؟ سرو ننه خوب بودی؟ صبح میری بازی موقع میایی؟ چه کار میکردی سرو ننه خو؟ یعنی مادر کلان خو چه کار میکردی؟ بازی میکردی؟ مادر خو بیشتر دوست داری یا پدر خو؟ مادر خو. چرا پدر خو دوست نداری؟ بابا خور بدیدی هم؟ کی دیدی؟ اماله؟ همین اماله بدیدی؟ و کجا بیدن؟ این ماما کلون من برای گرفته میشه ماما تو یا بابا تو؟ ماما بابا خور ندیدی؟ مدینه جان دوست داری با آینده چه کاره بشی؟ این چیه دست تو؟ گله توش لبازی میکنی؟ خود کی؟ خود خورا خوب. چاش چی خوردی؟ اشکنه خوردی؟ صبح چی خوردی؟ دیشب چی خوردی؟ کچالو. امشب چی میخوری؟ نام خدا منوی غذایی کلا از حفظ مدینه جان. مدینه جان روزم بگرفتی یا نه؟ چند روز روزه گرفتی؟ 2 روز. خب باز تا چی وقت روزه داشتی؟ از صبح تا چی وقت؟ 2 روز. 2 روز روزه گرفته. گشنه شدی یا تشنه شدی؟
تشنه شدی؟ خب باز آب خوردی؟ خب بسیار عالی. مدینه جان چی دوست داری داشته باشی؟ غذا. مدینه جان دوست داره که غذا داشته باشه. البته غذا زیاد دوست داری. خب چی نوع غذای خوش داری؟ چی نوع غذای خوش داری؟ چی خوش داری بخوری؟ اشکنه. به هر حال بله دوستان عزیز، این وضعیت مدینه جان هست که شما در تصویر میبینین. دوستان عزیز شما این وضعیت مدینه جان رو میبینین که متاسفانه حتی کفش مناسبی برای پوشیدن نداره و اینم خواهرکش و مادر جانش هم که در اینجا صحبت کردن و از وضعیت زندگی خود برای ما و شما قصه کردن. دوستان عزیز واقعا در چنین وضعیت زندگی کردن هم کار بسیار مشکلی هست. پدر خانواده که پشتیبان اصلی خانه هست متاسفانه دچار عمل خانمانسوز یا اعتیاد به مواد مخدر هستند. مادر که ستون فقرات خانواده را تشکیل میده یا خانه را تشکیل میده، چراغی از در داخل خانه و اینو هم با کوهی از درد و رنج گرفتار هستن و مجبور هستن برن خانه مردم و کار مزدورگری بکنن و اینمی اطفال نازنین که آینده سازان هستن، هر کدامشان نیازهایی دارن و تایی که باید در هر سنی یک نیازها متفاوت هست. اینو از اینمی لحظه تا زمانی که بزرگ میشن نیازهایی دارن که حداقل باید برآورده بشه. مادر جان چی کسی زیادتر با شما همکاری داره، میایه با شما رفت آمد و مراودت داره؟ یعنی از کی؟ امی قوم خشا اینام طرف شما میاین میرن رفت آمد داره؟ مادر ما و برادرم هستن. دیگه کسی نیست؟ نه دیگه کسی خود منه، برادر منه، ماما منم دو خانه اینجا. منم برادر شما. خب باز به این خانه شما تنها با اولادای خود زندگی میکنین، این شب و روزها اینجا جای مناسب هم نیست. نه شو باز کس مادر میآید. شب مادر ولی مادر میام برار من یکی میای پیش ما پیش بچه‌ام خالی میشه. بسیار صحیح. و دوستان عزیز اینمی در و پیکر و وضعیت خانه مادر جان هست که در چنین وضعیت زندگی میکنن. قسمتی از خانه رو میبینین که با کارتن ها اینو که اینا به خاطر چی بوده مادر جان؟ بله. اینا به خاطر چی بوده؟ اینا تو خاک میریزه، خیلی عادی دیوارو بزداب داره ما. خاک میریزه. بله خیلی بی‌اندازه. خب به خاطر که خاک میریزه اینا ری رقم کرده بودین. بله. خب اینجا همه می قسم هست نه؟ بله. ما 1000 افغانی باز اینمی زلزله ها هم اینجا بدید مادر جان. بله هم زلزله هم اینجا بدید. واقعیت باز آشپزخانه شما هم اینجا؟ هم اینجا بود. هم اینجا. اون خانه چیه؟ اون خانه تو خانه اضافه بود. خالیه. نه پاش شواکه خالی نیه. خالی نیه و خانه نشیمن و آشپزخانه و انبارخانه و همه اینمی هست نه؟ انوارت ای ماه خدا شد بار دیگر آشکار، قدر شب قدر تو شد بالاتر از قدر هزار. رمضان خب بسیار صحیح. بخیر باشین مادر جان، با عزت باشین، شب و روز شما خوش باشه، طاعت و عبادت شما قبول باشه. اینا رو انشاءالله که آوردیم تقدیم شما کردیم و آقای خسرو جان را از دعای خیر خود فراموش نکنه. آی چرا گریه میکنه؟ چی میگه؟ چرا گریه میکنی مدینه جان؟ چی میخوایی؟ پنج افغانگی میخوایی؟ بیا که ما برای تو بدم. صحیحه؟ اگر داشته باشم 5 افغانگی. به هر حال این مادر جان این 1000 افغانی را میدم، از روی از این 5 روپیه برای مدینه جان بدین و متباقی را باز میشه که گوشت تازه بگیرین و بدین که انشالله اینمی اولادای شما نوش جان بکنن. صحیح شد؟ شما راضی باشید، زنده باشید، بخیر باشین، با عزت باشین. خداحافظ شما. یا رمضان رمضان یا رمضان رمضان یا رمضان الله یا الله
هیچی تعزی ندارم من خدا من دامید علی چی بزی خونه زندگی نیه مجبور خودت تفلکا خدا که زندگی خوب کنم پرتو دادم نمیتونم عدل نمیشم بچه ها پرتو دادم هم میگم پرتو کنم زیاده شو گوشنه دیشه سه گوشنه که چرا اگه برون سرکا یک دو تا که چالی داشته باشم بیام بچه ها پخته کنم خلاص چی دیگه زندگی خونه دارم